دیدم راجع به محمد امین پست گذاشتی. من بچه زاهدانم، خوبم میشناسمش. دوست دارم زندگی نامش هم بگی تا مردم این فرشته رو بهتر بشناسن. میگه محمد امین زوری، بچه سیستان، معروف به امین مشکی، متولد 1371، چندین سال پیش آرایشگر بوده. میزنه از بد روزگار همسر محمد امین عشقش فوت میکنه. امین خیلی همسرشو دوست داشت، به همین خاطر چندین سال لباس مشکی رو از تن خودش در نمیاره. بعدش هم که میره سر خودشو با ماشین بازی گرم میکنه. اصلا به همین خاطر بوده که بهش میگفتن امین مشکی. میگفت حالا میخوام داستان فوتشو بگم. میگه امین حدودا ساعت 10 شب بوده که از جاده کلاته داشته برمیگشته که تو راه برگشت تصادف میکنه. کلا 4 نفر تو ماشین بودن که هر 4 تاشون فوت میکنن. گفت اینا حتما بگو تو تشییع جنازش 12,000 نفر شرکت کردن. خیلی واسه جذب